و معجزه بودن قرآن کریم یکی از معجزه های بزرگی پیامبر صلی الله علیه و قرآن کریم است. کسی نمیتواند مانند او را بیاورد. الله تهدید کرد مردم تا روز قیامت مثل آن را بیارید، یک سوره مثل آن بیارید. هیچ کسی، همه اگر جمع شوند نتوانستند این را بیارند. حتی تمام اینس جین جمع شوند مثل قرآن را آوردن نمیتوانند. الله تهدید کرد همه اینها را. قل بگو بر اینا ای محمد لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام این انس و جن جمع شوند علی ان یأتوا بمثلی، اینکه مثل قرآن بیارن، مثل هذا القرآن، لا یأتون بمثله، هرگیز و هرگز مثل این قرآن آوردن نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، حتی اگر آنها با یکدیگر یاری برسانند، کمک بکنند، نمیتوانند مثل قرآن بیاورند. بارک الله فیکم. این از راهنمایی قرآن، این از هدایت قرآن. به سوی قرآن رجوع کنید. تنها برای تلاوت آن قرآن فرود آمده است. یکی از خطاگی های بزرگی که امروز در این مصیبت این امت گرفتار شده است، تنها بر تلاوت قرآن اهمیت میدهند و بس. همه رجوع به سوی تلاوت قرآن کریم این خوب است، این مطلوب است، ولیکن از تو چی طلب می‌نماید؟ آیا اندیشیده ایم؟ راهنمای قرآن کجاست؟ به سوی چی است؟ برای چی قرآن نازل شد؟ سبب از چی است؟ در کلام الله سبحانه و تعالی که ما چگونه که بر او محبت داریم، انا همین گونه بر او تفکر نماییم، تدبر نماییم، اندیشه نماییم. قرآن رو دستورالعمل حیات خود قرار بدهیم. بارک الله فیکم.